Saka. Shams. تو در وقتی حادثه بودی؟ نه اکا با ما خدا زنده کنیم. خدا در حیات یک کار خوب کرده است. زورده تو کجا بودی؟ من از خدا یک چیز مسئولیت باید میکردیم برای مسئولیت رفتار بودم که با همین حال بودم در حال گرفته آمدیم. دو کنید. انشاءالله همه شده باشم خوب شد. در اینجا خیلی از گفتم دل جگرم ریخته. السلام علیکم. خوب هستی فرمود جان چخیر؟ جانی خلا خوب هستی؟ خلا حوالی اپان چخیر؟ نقص؟ در پری خونه همشا محکم کردی؟ باز از مناسبتی خوب استفاده بوده دوزا همه چه گرفته نبارن با فرق جان اپام از اگون کس قرضدار نبودن فرق دسته کوتا جکن فرق جان ای خدا جان احتیاج در خاکی پرسم در نام صدقه خواهیم رو اکر همه روز دو چکو کردم اینقدر تو در فکر چیزی دیگر آخه گفتم بهتر شده گفتم نمارم التماس دعا کن مادرم با پو خیزم تو فقط فکر خیالت در دیگرش هست التماس دعا کن خواهد جان دعا میکنم خیز فرق جان خیز در خاکی باز صدقشم خواهد آخه همه فرزند پدری دیگه آدمی پیر شدن افغان بندگی آدم بگوید آدم روز کسا میشود سهر میشود مسلم رفت در خاکی باز صدقشم خواهد اقلا همه روز خیاب خوزم چی میخوری از چون من مادرم چی نمیخورم باز میشود در برم نصیب کن همه چیزی که میخوری گفتی کردم التماس نیام نشک میخونم نغز میشود مادرم نغز میشود من حوضی میبیام شما نگاه کنید من حوضی میبیام منش حوضی میبیام فرق همش نغز میشود شما زخی نکنید شمس تا اونقدر در نظرم نتو زخم هایی که زده ای بیودم میوید دوستان عزیز درود خواهش میکنم در رقم واتساپی که در زیر گذاشته میشود حتما در آمده نویسید تا جای کار پیدا کنید کار برای بانوان عزیز است اگر من را احترام کنید ان همین اپاک را حتما دستگیری کنید خواهش میکنم کار برای بانوان است هوای فورم یک آدمی نیست که همراهت سیر و گشت کند این شهر از زیبایی شبین حلاوت میبری نمیگویی که ساعت 12 شب مثل روز کدام وقتی که خواهی استراحت کرده میگردی این گلهای شکوفا نبینن وای در درون پای من بیمار خواب است تو خیلی پیر شده دفعه جان هیچ گم نه یک روز ما هم پیر میشویم بیمار میشویم با این تلفن لعنتی یک کس زنگ نمیزنده یک کس نمیپرسد که تو در کجایی تو زنده ای تو مرده ای یک کس نمیپرسد های کمتر هوای تازه نفس کشم بعد آیسته آیسته میروم این جنگلمو از کجا میارم نگاه نکن اینجا بیا چشمای بلو قشنگ میبیند آدم اینجا بیا کمتر زمین نگاه کرده ره گردید نمیشد می آسمان با ستاره شموری در ره میگردی سلام هستم خلا چی گفت عقل سلام نمیدونی
باید من به هر طرف نگاه کرده رو. هر طرف با آدمی هر طرفه شده. چیه پس خدا؟ ببینم که پوستین دیگر خیلی شده است. چند رو شده بازی نکردی؟ همین بوی بیتب از تو اومد. پس من بازی نمیکنی بعد. من به خاطر خوبی اکنه فروخ از بار دور نمیشم. وقتی بازی کردن ندارم. به خاطر اکنه فروخ؟ وای چند بارا با جگری فروخ کوچه زدیم و امروز از بری فروخ دور نمیشوی. تو حقیقتا هم اکتیور هستی ها شمس؟ خدا در زندگی بسیار خطر. باور کن با یک کسی که این گفته باور کند. فهمیدی؟ خدا شما باید اون کس باور نمیکن. گپا کم کن پیچ نکن اینقدر. خانه خالی کردی؟ چی؟ خانه خالی کردی؟ نفست درون زد؟ چیکار کنم خلا؟ گپ زن چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ باید خانه رو خالی کنی. کی خانه رو خالی میکنی؟ هوای تازه میشمس. مردم به خارجه میروند برای استراحت کنی. اون هوای تازه در همین وطن خودمونو خی بیا گپا کم کنیم. خانه خالی کردی؟ آدم‌ها در راه بیمار هستن. شما باد و هوا جولان کردن میخندید. ما وقتی صدا نداریم. خی همه به روز خودش میمورد. منم غم خورده ایستم. اپای من میشود. چجون سلام علیکم. و علیکم بچه جون. چی اینجا پریشان ایستادگی هستی؟ راه تیپ پایده ایستادم ده. تنجی باشم چجون؟ تنجی. آخه اینقدر چی گرفته گشتی فروخ جون؟ ما از چی میگریزم چجون؟ آخه همین چی که گفتی چی مقصد که داشتی من همش رو اجرا کردم. شما بزرگین چجون؟ من منتظرم که کار تو عروس میبیاری یا منتظر هستم میخندی کار میندازی بچه جون. ای چجون حضرم شما در همه فکر عروس بیاری من هستیدم. دیگر یگان فکری دیگر در سر شما نمیزندم. در فکری من دیگر یگان چیز نمیخونجی. فقط آن همین فکر در سرم. تو همین کلینه آورده خونه تا آورد نکنم دیگر فکر نمیکنم. یگان تا باشد آبگوی و خیلی آورم گپ زنان کنم گیرم بیایم خونه. راستی گپ رو گپ زدم چجون؟ ما همین کار رو نتوانستم کردم. بخشش زیاد. خیلی که نتوانستگی باشه بچه جانی شدین من این کار من خودم میکنم. بگذار. مسئله حل؟ 100%. من یگان مقابلیتی ندارم. این طور باشد چیزی دلتون میخواهد همون رو میکنیم. میشود؟ انشالله. زنده باشی و چجون من. میامون نشکم آرزوهامو برباد نده. نمیدونم کی دوسته کی دشمن. دشمن در نقاب دوست، دوست در نقاب دشمن. خیزو جان بابا خیز اقلا آرزوی دلم کلمات رو به خونه بیارم. در خاکی پاد برم چی در خاکی پاد برم چی ای جانم چی ای نوری دیدم چی ای دل دیدم چی همه با روز خودش میمورد. هیچ گپ نه. یک روز ما هم میموریم زیک نشم. بنده مورنده. خانه خالی میکنی یا نه؟ چیکار کنم خلا؟
چیکار کنم؟ گپ زن. دویده اگر خواهی که خانه رو از دست نکنی، خواهی که صاحبی همون خانه شوی، همون کلبه ویرانه شمس به من صدها بار لازم نیست، فهمیدی؟ به من در کارم نیست، فهمیدی؟ از سر و گوشم زیادی همین خانه رو داری خودم. یکی وقتی که از گپی من میبروی، بعد منم یک روی من میگیرم داخل. یک شانسی آخران داری، فهمیدی؟ چی شانس؟ اگر این دفعه هم از عهده همین کار نبرآمدی، دیگه شمالت در نزد من نتابم، فهمیدی؟ من به تو یک دارو رو میدهم، این رو بوده در درون خوراکی دهاتی میاندازی، فهمیدی؟ او که خود و خودش مزهش هم میفهمد، آخران شانست اینم از دست نته. باز مشکلی با سر من. این یگان مشکلی ندارد. این ویتامین این برای دهاتی فایده آور است. آوای کمتر پاهایش میلرزد، وقتی این را خود دیگر پاهایش نمیلرزد، فهمیدی؟ کبیرا خاله وعده میدی که دیگر مرا غم نمیدی؟ وعده؟ چی من به تو شمس هستم که از وعده هایم میبرایم؟ دستی مردکی که دستی تو اونقدر مردکی هم نیست، تو دستی مردکی وعده میدیم اگر همین دفعه شانس بازی کرد خانه از آنی تو، فهمیدی؟ مرحمت نگفته نماند، همون قرضک هایم بخش میتوانی روی شمس خیلی قرضای خونه؟ چی قرضی که از من قرض داری همشه بخشیدم. خوش آمدی رو که باز قرض دارد نکنم. اوی شمس تو چقدر در دومی من میرفتیم. اوی شمس 10 دقیقه میستم. خوب گوش کنید خاله، همه این کلیدهایی که میبینید همه سیر اسرار فروخ. در دانی کلید؟ در دانی کلید سیف، کارخانه، حجت ها، چیزی که دارد همش در دست من. این رو تو چه خیلی کرده گرفتی؟ چه خیلی که خانه را گرفتم؟ همین کلید ها را خیلی گرفتم. براستی تو البته براستی. خاله یک سیری هست، یک حجتی هست که ای فروخ اگر با دست شما باشد با پیش شما چه زانو میزنن. فروخ در موی سر قرمزی جانم شمس جان، چقدر توی لغز میبینم رنگی بچه های خودم، رنگی مونیس جان و انیس جان. وای همین موی سرت همین قبط تو زیپی دست کی اگر انیس مونیس بیاد کو با اونها هم توصیه میدیم که رفتم مویه های سرشون رنگی تو کنن. وای در تو جانم شمس جان، بیا شیر اینجا بیا اینجا بیا. وای صدقه قد و قامتم اینجا شیر. خاله شما را فهمی بدیم که این بعد میرم مخشین یک دم همین خانه تو خانه من، همین خانه تو ببین خودم همین آزاد حس میکنم. وای دیره چی خوراک میکشن خیسته یک خوراک به دست خودم خوراک مادر رو نکنم. چه گفتی؟ نه خاله من یکم چیز نمیخوام. خاکی خیلی نکنده اکو مادر پسر نشنه موخی. وای جانی خاله خیسته اون خوراک کنم؟ نه خاله از این کلید تنها در دست تو فروخ هم دارم. نه فروخ نداره. از خیلی کنی که این کلید رو به دست من افتاده کن. چه خیلی کردن اولم نمیدونیم. نه؟ وعده های دودگیت کجا شد؟ کدام وعده؟ نگینا؟ نگینا او نگینا به خارجه برای تحصیل رفت. همین تحصیل تمام کرده که اومد نگینا از آنی تو میشود. همین وعده که دادم اجرا میکنم. آخه تو بر این داماد آوایه در موی سر قرمزی جانم آخیه. تو بر این دامادم از کجا میام؟
تو برای شعری نرا من از کجا میام نمیام. وای وای نمیام. همین نگینه از آنی تو همین نگینه که از خارجه که آمد من با تو توفه میکنم فهمیدی همین کلیتو با دستی من حالت بس نگینه از آنی تو کلید از آنی من چی گفتی؟ همین کلید؟ همین کلید برای کلیدها خیلی فکر کردن در کار آیا نگینه از من بشود؟ نگینه از آنی تو همین نگینه از آنی تو کلید از آنی من نگینه از آنی تو برای کلیدها ما فکر میکنم خلا مالش آخه سر خوراک تیار کنم بیا یک خوراک کنم خودم اما از تو برام از میبینی اینی اوشی بریده میکنم خمیر کتی میکنم کو اقدر حیوانا هم نیستم لیکن برای تو با این دو دستکای خودم میپزم چونان با لذت میپزم که از خوردنش سیر نمیشه موی سر قرمزی کلیدها راست موشد یا که نه اگر این کلیدهای بفتکیش باشد برد میکنم یک بلو کرده این کلید از دستی این چی بلاک گرفتم در کارات توقت کن نگینه در شب خوابت میبین مستوات زهروا میپزم که میخوری توقت کن همه خیلی کلیدوی میگیرم که توقت کن این زن مردم مکر دارد حیله دارد فهمیدی انا بخیل در مکر زن میغلطید با گمانش که مرا ندید دویده میوی فهمیدی Ашам, салом. Rahmat. Hичи. گفتم کمتر بود هوای تازه نفس کنم. خدا را شکر. بهتر است؟ خیلی خوب. تشکر. خود میشود. Rahmat. زیگ نشم اگر اجازت باشه شما رفته دارم برید من هفته مادر رو نگاه میکنم شامس. من اونقدر ناتوان نیستم. من اونقدر ضعیف نیستم که امکانیت مادر خودم رو نگاه کردن نداشته باشم. امروز وظیفه من بر دوش من است که مادرم رو من باید خودم نگاه کنم. آقا جان ما میفهمم 100% تشکر که همین روزها دربار من هستی. لیکن وظیفه هر یک فرزند دیده می شود که مادرش رو خودش نگاه کنه. هر کس وظیفه دار است ازیدی پود پگاه می پرسد این چیزها را. این وظیفه من است. هیچگاه بر دوشی تو نیست. 100 سال در کار باشد در همین بیمارخانه میمانم تا مادرم رو نگاه کنم. من ندار هستم. جان در کار باشد یک عمر در ان همین بیمارخانه میمونم. در کار باشد دلم رو کنده در دلت میچسبونم. در کار باشد جانم رو کنده در جانم میچسبونم تا تو شفا یابی مادر. قامت هر یک فرزند پدر و مادر است.
лабай доктор ҳазур раҳмат ба шумо миннатдор ҳастам ҳоло меоям доктор хуб доктор ҷон хун ҳамроҳи плазма гирифта биёям ман хуб ҳозир мегирам мебиёям доктор раҳмати калон نوشیدین کو؟ جین دارد پری دارد چی دارد این بیهوتی؟ با دلم زد همین قدر یگان بالا از دستی تو کار نمیآید فهمیدی؟ چیکار کنم؟ خدا بازان زد. با ننوشید و ماند رفت. من جگونم. تو میدونی من چقدر با پول قیمت بای دور را خریده بودم؟ چیکار میکنیم؟ نمیدونم از من میپرسد نمیدونم. راه یگان کاری کنی که بای نوشد. خورد همون دور رو افتا با او زوره کنم که آقانوش یگون کور کن رو یگون کور کن گلش هایو یک گلوش رو خورا سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر زیاد حضور احمد متوسط دستگیری تو با مقصدهامون خیلی نزدیک شدیم. دیگر شرط نیست که رویت رو باجو کنیم. دیگر رویت رو باز کن و اگر خواهی که من باید کار کنیم من تیار هستم من روی تو کار کردم با اون خاطری که تو در یک مدتی کوتاه نشان دادن توانستی که دشمنهای من با چی کار مشغول هستند. با هر صورت رحمتی زیاد. میخوای بین بعد همروی ما کار کردن؟ اکای فاروق من یک دیده میبرایم بعد با شما زنگ میزنم. خب یکم مشکلی ندارد. ما نیز خرسند هستیم که با یک نفری تمام کار میکنیم. اگر که علاجش باشد زودتر فکر کرده با من زنگ زنید. خوب شده است. алло شمس در کجایی؟ من در باغ مرکزی نزد اپرا والتا تو رو انتظارم. تیزتر بیا که وقت ندارم. زودتر بیا. شمس چین شمس این چی گپ است؟ این حجت های تو در نام دیگه کس است، خانه در نام دیگه کس است، نه اجازت ساختمان داری نه سرتیفیکت در نام خودت است. این قدر سال غیر قانونی خانه را استفاده برده ایستادی. میدونی که این جنایت است. در کجا نوشته شده؟ در حجت هایت. مانا میبینی این در نام تماما دیگه کس است. خیلی تو این رو نفهمیدی در نام دیگه کس است. اینجا امضای توست. باور کن اکا وقتی که با من خونه را دادن من با یکون چیز نگاه نکرده امضا کردم. تو چی خیلی نگاه نمیکنی خونه خود رو امضا میکنی؟ از جونت نمیترسی؟ این جوابگاری دارد. اکا من در هیجان بودم نمیدونستم که این کار کردم. شمس تو باید پیشتر فکری رو میکردی. چیزی دیگر تو باز از بانک خیلی مبلغی زیاد قرض داری. این همه چی گپ است شمس؟ همه کارات غیر قانونی است. خرج بانک رو پرداخت نمیکنی قرض گرفتی. برادر گوش کن این کاری خلا است کاری من نیست. من خلا پولت نمیشناسم شمس. این کارات کردی همش جنایته. میفهمی؟ خوب چیکار کردن در کار؟ چیکار کردن در کار؟ این رو باید پیشتر فکر میکردی. شمس این حجت های خونه تو به نام خیرالله فروخ گفتنی شهروند هست کو؟ کیست اون کس؟ میشناسم. میشناسی؟ بله. برادر چیکار کنیم؟ چیکار کردن در کار؟ همون قرضی بانکیت که هست کو شمس اگر خواهی که جونت رو خری نیمی همون را آورده میدهی
کارت رو ما حل میکنیم، دلت رو خوب میکنیم، نباشد جانت در عذاب است. این کارای تو همش غیر قانونی است. اکا ما اینقدر پول نمیوم. میوی نمیوی شمس، این را باید پیشتر فکر میکردی. از من یک گفتن تو در 10 روز مهلت، فهمو؟ من به تو باز زنگ میزنم. حجتو رو با ما نمیدی؟ گارانتی حجتو به نام شهروند فروخ است. به عقل گپ نفهمی. 1000 بار میگویی نگه. شمس! 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 تو ناموس داری یا نداری؟ تیجه دارم میزنی. تو گپ میفهمی یا نمیفهمی؟ خانه تا بگه خالی میکنی. اگر به خوبی نفهمیدی بچه با همین کلاسک مویده میکنم، فهمیدی؟ تو بگرد تو مهلت خانه در خالی میکنی. ای تو بیناموسی یا با ناموس پیدا کن. ای تو چه خیل مرد هستی؟ نه تو چه خیل مردی؟ تو ناموس داری؟ ای تو بچه چیکار همین چون میده میکنم. شورا بامانده؟ موهای سر جینگار که چشمات برو تو بگه خانه خالی کن که میده کردم میپردم، فهمیدی؟ تو بگرد به تو مهلت اگر خانه خالی نکنی قد همین کلتک کش بگم، فهمیدی؟ قد همین کلتک، فهمیدی؟ خلا چیگه دوای داری؟ چی دوای؟ ای تو ناموس داری؟ ای تو مردک هستی؟ ای تو مردک هستی؟ ای تو بگه خانه خالی میکنی. اگر خانه خالی نکردی آی میجانی منادت میمونی، فهمیدی؟ تو بگه در تو مهلت. شمس؟ و شمس؟ تو زنگ زده بودی؟ ما با یگو قسم نزدم. قرآن دارم. تو زنگ زدی؟ ما با یگو قسم نزدم. اگر زنگ زده باشی مایی دم میکنم. خلا شمس؟ و شمس؟ شمس؟ شما در کفا میخورم دوه؟ اونقدر فرصتی زیاد ندارم شمس. میدونی برای چی اومدم شمس؟ گفتنش با مرد اونقدر زیبنده نیست، لیکن اگر تو مرد میبودی و مرد میشدی همین گپ رو من به زبان نمیآوردم. چیکار کردم اکر؟ با تو یک روز فرصت است، خونه رو خالی کن. در اینجا خدا تنهایی؟ تنهایم. یکون کسی دیگر نیست؟ انیق؟ انیق. با من معلوماتی اومد که تو همراه خاله من در این خونه هستی. خاله شما با خونه ما آمدگی نیست. انیق است شمس؟ انیق. یعنی تو با من باور داری ها شمس؟ بله باور دارم. چی بله؟ لیکن من با تو باور ندارم. برای چی؟ برای اینکه تو میدونی چی گو کردگی هستی. تو با من باور داری؟ دارم. این طور باشم من خونه هایت رو میکنم. خلا! او خلا! خلا؟ خلا! من میدونم در همین جو هستی خلا! همراه شمسی جیانت مرحمت. خلا؟ اونقدر مایده هم نیستی که در چشم نتوبی خلا. دوامش رو میبینیم شمس. اینجا نبود؟ هی شمس یک زمانایی بود که هم
ҳама сирри дилмо ба ҳамдигар мегуфтем. ҳар як кор вақту соати худашро доштааст, Шамс? бале. эй гап нест. ба ман гуфтанд дар ин ҷо ҳастаи, лекин наметовад, Шамс? инҷо кухня, Шамс? бале, инҷо кухня. хело ҳам истифода бурдӣ, мо акка будем аз замони дигар акка нестем. эй Шамс, лаҳзаҳо тез мегзаранд, Шамс? инҷо чи аст? инҷо ҳамом аст. ҳамҷо хабар гир. инҷо чизои лозима аст. мумкин нест. ту ба ман бовар надорӣ? ман бовар дорам ака. чӣ хелти гуфтӣ ман ба ту бовар дорам, боз дар ин ҷо нобоварӣ пайдо шуд, Шамс? ака, инҷо ҳамом аст. ба ҳамаи хонавӣ нишон додам. ба ҳар ҳол ман бояд бибинам. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Фаберлик, ман фикр мекунам ки ҳамин кор аз ҳама кори беҳтарин аст барои занҳои хонашин, барои онҳое ки ба кор баромада наметавонанд аз сабаби оне ки фарзандони хурдсол доранд. мисли ман дар хона нишастам, дар назди фарзандонам 2 фарзанди хурдсол дорам. кор карда дар ҳамин компания аллакай маошҳои хуб гирифта истодам. маошҳои мо ҳар 21 рӯз мегузарад. барои ҳамин духтарҳо агар ки касе хоҳад ки дар хона нишаста аз назди фарзандон дур нашуда пулкор кунад, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед. ватсап, имо, вайбер фарқ надорад. омӯзиш бепул аст аз тарафи мо. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан ва телефони мобилӣ дар даст.